سال بیاد بسن بشه بیارش بده فریادی رو دست نگارش. متوجه سیب رو خورد کردم به صورت دایره و به این شکل بریم برای کیک سیب دارچین. خب حالا که سیبا رو برای کیک دارچین آماده کردیم، من بهتون میگم که بعدش باید چیکار کنیم. من به صورت دایره‌ای و مستطیلی‌های ریز ریز برای روی کار، این حالتی‌ها برای وسط کار کیک دارچین و اینها برای سطح روی دارچین. البته تخمش هم برمیدارم و اینها هم برای سطح روی کیک دارچین. حالا توی ظرفی یکم شکر می‌ریزیم، یکم پودر دارچین بستگی بین داره. اگه دارچین زیاد دوست دارید زیادتر بریزید، اگه کم دوست دارید کم بریزید. من برای این کیک دارم معمولا کمتر استفاده میکنمش. خب تو این مرحله سیب‌ها رو توی شکر و دارچین که مخلوطش کردیم مغلطه میشه. این حالتی به این صورت بازم دارم میارم. اگر 1% دارچین بیشتر میخواید میتونید پودر دارچینتون بیشتر کنید. اینم که برای سطح روی کیک، اون دایره‌هایی هم که اول دیدید برای وسط کیک. توی کار البته اینکه سیب‌ها نازک‌تر باشن بهتره، راحت‌تر باید مثلا که فرو نرن توی کیک. سیب‌ها رو توی شکر و دارچین قطع کنم و اومدم. حالا بریم برای پخت کیک.